کشاورز پیر برای پسرش که در زندان بود نوشت: پسرم، امسال نمیتونم سیب زمینی بکارم، چون من تنها از پسش بر نمیام. میدونم اگه تو پیشم بودی کمکم میکردی. پسر در جواب نوشت: بابا، هیچ وقت زمین رو نکن، چون پولهایی که دزدیده بودم اونجا دفن شده. پلیس نامه را دید. فردای آن روز با کمک چند کارگر زمین را کندند، اما چیزی پیدا نشد، نه پول نه نشانی از دزدی. روز بعد پسر دوباره نوشت: بابا، حالا راحت سیب زمینی ها تو بکار، من از اینجا بهتر از این نمیتونستم کمکت کنم. حالا زمین و چاله ها کاملا آماده کاشت سیب زمینی ها بودن. میشه آدم رو زندانی کرد، اما نمیشه فکر و هوش آدم رو زندانی کرد. قدرت واقعی در بازو نیست، در فکر و خرد آدمیه. آدم با اندیشه درست حتی از دور هم میتونه کمک کنه، امید بده و زندگی رو تغییر بده. پس اگر میخوای آزاد باشی، آزاد فکر کن، چون فکر آزاد بزرگترین آزادی دنیاست.